حالا از این مسیر وارد پایاب میخوایم بشیم ببینیم چه خبره. یه مسیری بوده که آب قنات می اومده خندقا پر میکرده و اگر نیازی بود که در برای دشمن مقابله کنن تونستن خندق و پر آب داشته باشن. یه مسیر پایاب اینجا. اینایی هم که میبینید این خروجی ها هر کدوم به یه خونه یا یه کوچه راه داشته و به عنوان دسترسی به آب استفاده میشده یا برای شستشو. بازم یکی دیگه به بیرون و اینجا هم این درخت خیلی قدیمی که هنوزم سالم و سرپاست.